فرو دل تراش ما تکور وگرنه مهر تو از دل مباد حق جان اینگه کن ای نزاریم بیا با هم بگردیم جور جوره. عرض سلام دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز و مهربان برنامه مهمان ناف. امیدوارم در هر کجای کره خاکی که هستید صحتمند و تندرست باشید و هر دقیقه و ثانیه و خوبی و خوشی سفری کنید. من سپاسگزارم، ممنون شما هموطنان عزیز هستم، سپاسگزار و دستبوس شما ارادیای عزیز هستم که واقعا افتخار بخشیدین، واقعا گل کاشتین با هموطنان عزیز خود و مسافرهای عزیزی که به کشور عزیز ما می آیند. خوش می آیند هموطنان عزیز و ما شما بروی چشمان ما و از تمام هموطنان عزیز خود که از دیگر ولایت‌ها هم هستند و لطف کردن، موتر روان کردن و خودنا تشریف آوردن و یا وسایلی که نیازمند این هموطنان عزیز ما هستند و مرز فرستادن. ممنونم، دست شما رو می‌بوسم. خب وقت شما عزیزان نمیگیریم و هرچی تشکر کنین بازم کمه که خود شما عزیزان اطلاع دارین از طریق فضای مجازی که گل کاشتین به مهمانای عزیز خود. مهمان عزیزی دارین در برنامه مهمان ناف. شما با چهره این مهمان عزیز ما آشنایی کامل داره با تماس‌ها و البته با پیام‌هایی که دادین از طریق تلگرام، ایمیل و واتساپ. این مهمان عزیز باید دعوت کنه. بله ما دعوت کردیم این مهمان عزیز خود که میخوایم با این مهمان عزیز ما دوباره آشنا بشیم. کسی که آشنا هستید با چهره این مهمان. خب کسی که بازم دل میخواه که تشکری کنم از هموطنان عزیز خود که رفتن به مرز، فرصت کمه و لابلای برنامه یاد میکنیم از شما و خسته نباشید. بازم میگیم به شما و خوش آمدیدم به هموطنان عزیز خود. خیلی خوش آمدید. سلام و عرض ادب خدمت شما مجری عزیز و دوست عزیز ما و سلام میکنم به بینندگان عزیزی که همکنون از دریچه برنامه مهمان ناب ما رو میبینن. سپاسگزارم از عزیزایی که در این روزهای سخت در کنار مردم ما بودن، استوار بودن، وسایل ترانسپورتی و دیگه همکاریایی کردن. از اونا سپاسگزاری میکنیم، دست از اونا رو میبوسین و شعر اولیه‌ای که من دارم برای شما عزیزا کوتاه دکلمه میکنم. گرچه آشنایی کامل دارن با شما، میخوایم یک معرفی داشته باشین با زبان شیرین. فرامرز رسولی هستم. دوستا ناز میدن، شهزاد رسولی میگن، یکی از استادان شهر هرات و گهگاهی قلم به دست هستم و دردها رو می نویسم، شادی ها رو می نویسم. بعضی از رمان های کوتاهی که جدیداً نوشتم و اونا رو تا الان من بروز ندادم که انشاءالله به زودی بعد در صفحات مجازی اونا رو میبینین، میخوانین و از اونا لذت میبرین. پندهایی هست در این رمان ها انشاءالله داریم. من سپاسگزاری میکنم مجدداً از جناب آقای ناب و دوستایی که من لایق دونستن در برنامه مهمان ناب در خدمت شما عزیزان باشم. بیشتر پیام‌هایی که عزیزا دادن به شماره زیرنویس 0793 15000 که جناب شهزاد رسولی یکی از شاعران موفق افغانستان و بعد اونا رو دعوت کنه که در برنامه داشته باشه. زنده باشین. یک عاشقانه اگر دوست داشته باشین من برای شما میخوام. من بلد نیستم از عشق پشیمان بشوم، من بلد نیستم از عشق پشیمان بشوم، پای تو ماندم آنقدر که ویران بشوم. منم و شهر حسودان، منم و این همه بغض، بغلم کن که در آغوش تو پنهان بشوم.
من دیوانه به امید تو عاشق شدم، تو بلد باش مرا تا کمی آسان بشود. من خودم را بلدم غیر جنون راهی نیست، کمکم کن که در آغوش تو پنهان بشود. عهد بستم که کنار تو به پایان برسم. من بلد نیستم از عشق پشیمان بشوم. بله بسیار عالی، تشکر. ممنون، سپاسگزار شما هستم. واقعا بیننده های عزیز که پیام گذاشتن، انتخاب ما بسیار عالیه. زنده باشین. لذت بردیم. جناب آقای رسولی عزیز بفرمایید که چی شد که روی آوردین شعر و شاعری و اینا؟ من مشوق اصلی شما کی؟ از کودکی عاشق از این بودم که قلم به دست داشته باشم و بنویسم و همیشه میگفتم که من استاد باشم که بتونم مستر خدمت به عزیزا خوب باشم. اول در قسمت داستان نویسی، داستان‌های تراجید و داستان‌های عاشقانه و داستان‌های عارفانه می نوشتم که اون برگاه ها هست و من هنوز متاسفانه نتونستم که اینا رو در یک کتابی بگنجانم و یک کتابی بنویسم. هم وضعیت اقتصادی فرصت به ما نداده و هم در قسمت تایپو یک کارهای زیادی داره، به همون خاطر ما نتونستیم این کار انجام بدیم. من مشوقم دوستایی بودن که شعر میخوندم و من از کودکی عاشق استاد شهریار بودم. شهریار عزیز یکی از نخبگان جهانند در قسمت شعر و داستان‌های بسیار تراژیک و خیلی داستان قشنگی دارن که اونا عاشق یک دختری میشن که سیمفیا اینا بود که او نمیدن بری از او. در اواخر سال طب معالجوی او را حمله کرد و تا موقعی که فوت شد کسی نگرفت و ازدواج نکرد. در اواخر به بیمارستان بود، فکر کنم داستان شنیدین، خیلی کوتاه من از هر جای یک کلمه میگم برای شما. در بیمارستان بود، اقوام شهریار برفتن پیش ثریا رفتن که دوستش بود، رفتن گفتن این در حال فوت هست، یک دفعه اگر لطف بکنی، حال پیر شده، یک دفعه بیا یک دیدنی از استاد شهریار بکن که حداقل تو رو ببینه. موقعی که معشوقه استاد شهریار وارد شفاخانه میشه، استاد شهریار میگه مرا آماده کنین که یک مهمانی برای من میآید. یک شعر مشهوری هست که میگه آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. ایش آخرین شعر استاد شهریار بوده که در بحث معشوقی خود می‌نویسه در بیمارستان. من این حافظه پاک شده به ادامه برنامه برای شما میخونم. خب بسیار عالی. میخونم یک قسمت کوتاه رو فراموش کردم، پیر شدیم. یک مدت میشه که در برنامه‌های ادبی نیم، مشغول کارهای دیگه شدیم و بعد از مدت طولانی خداوند بریم یک فرزندی داد. من مصروف از اونم بیشتر. بسیار عالی. نام عزیز آیهان جان. آیهان جان میشه بگیم که پادشاه خورشید، بسیار نگهبان خورشید، کسی که بیشترین نور از خورشید بگیره. بله. میگن همین کسایی که شاعر میشن، شعر مینویسن، عاشق میشن. بعد که عاشق میشن یا به عشق خود نمیرسن یا میرسن میرن دیگه رو به شاعری. شما عاشق شده بود؟ عشق همیشه برای افراد نیم. بله. بعضی از شعرا عاشق خدای خود میشن و شعرهای عارفانه می نویسن. بعضی ها دوست دارن، درد دارن، یا از وضعیت اقتصادی درد دارن، یا از وضعیت جامعه درد دارن، یا از وضعیت از مشکلات خانوادگی برای از اونا میشه که اونا را غمگین میسازه. و بعضی هم وقت بسیار خوبی دارن، میتونن در قسمت نویسندگی کار کنن. شما از جمله کدام یک؟ من از جمله
هر دو ستای ما و هم عاشق هم هستی. خب شکر. عاشق وطن هم هستن، یک توفهی هم آوردن برای هموطنان عزیز ما، به خصوص به این مهاجرای عزیز ما. مهاجر که نیستن، میاین به خانه خود. خب بله، هموطنان عزیز ما که از کشور توفه هم بعدا اعلان میکنن که به ما گفتم دست پر آمده. این دست پر این توفه چقدر شیرین و لذت بخشه. اولین شعری که خوانده یاد شما هست چی بوده نوشته؟ پیر شدیم و از شد ما رفته، ولی میگیم که اولین بیتی که ما حافظیم پاک شده، اولین بیتی که گفتم وصف چشمان تو بود، با همان یک بیت استاد خطابم میکنند. یک شعری در وصف چشم نوشتم که فعلا حافظه مکار میکنه گاه خانم برای شما، برای یار بود. بله. هرچی شد میکنم حافظه من نمیاد که برای شما بخونم، ولی برای شما یک شعر دیگه، شعر عاشقانه دیگه برای شما میخوانم. به جای از دو جریمه شدیم ولی به شعر یاد من نمیاد. ما در برنامه هایی که داشتیم معمولا شعر میخواندیم، یک دفعه استاد میشدیم، چوب میزدیم، از یاد ما میرفت. این برای همگی هست، ولی بیشتر من چون عاشقانه میخونم. خیلی از عزیزا قبل از اینکه شعر رو بخونن بیشتر به ما بسم شعری که شما داشتین به هتل تجارت بود خیلی خاطره دارن. چی شد که در سر زبان ها شیشتو و همه لذت می بردن و تا همین حال به یاد اینا هست، ولی جای از دو بزم شعر هیچ بزمی گرفته نتونه. بزم مهر بزمی بود که به کمک شماها، یعنی بیشتر من شما را مخاطب قرار میدم که واقعا همکاری کردین، اسپانسری داشتین. دیگه جوانای عزیز ما، دیگه تجار عزیز ما که نام اینا رو من فراموش کردم، همگی نمیتونم بگم، ولی یک تعداد محدود اینا، جناب آقای تابش خود ما خیلی همکاری داشتن، جناب آقای احمد نوید وفا و دوستادگی ما هم فراموش میشده نام اینا. حضور جوانان هم واقعا زحمت کشیدن. حمایت های از اونا بود که جوانات تونستیم تشویق بکنیم. و یکی از خوبی هایی که بعد داشت، ما اجازه میدادیم به هر کدام از جوانای عزیز ما بیان داشته که دارن بخوانن. اونا رو ما شعرهای از اونا نقد و بررسی میکردیم، ولی نه در جمع که دلی نبشکنه. همیشه تشویق میکردیم. ما روز جمعه بود، با اون جوایزی که داشتیم در ابتدا از آقای ناب، از دوست عزیز ما و از دیگه دوستان ما، واقعا تونستیم ما اونجا یک انجمن بسیار خوب داشته باشیم. همین حال هم بعضی از دوستا به ما میگن که اگر عکس دارین، اگر شعر دارین، کلا تمام عکس‌ها و تمام فیلم‌های انجمن به دسترس ما هست. انشالله بتونیم همچین برنامه رو باز دوباره ایجاد بکنیم و همچین برنامه رو انشالله سر دست بگیریم. انشالله. واقعا خوش درخشیدین. خب بیم که بریم روی شعر عاشقانه. این چیز که چون دل هر افتاده به جانم که بمانم، حال همه خوب است منم ما نگرانم، در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر مثل خور افتاده به جانم که بمانم. چیزی که میان من و تو نیست غریبی، 100 بار تو را دیدم ای غم به گمانم. انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت، انقدر که خالی شده بعد از تو جهانم. ای از سایه سنگین تو کمترم آیا، بگذار به دنبال تو خود را بکشانم. ای عشق مرا بیشتر از این پیش بمیران، آنقدر که تا دیدن او زنده بمانم، آنقدر که تا دیدن او زنده بمانم.
بسیار علی، سپاس، واقعا لذت بخش بود. جناب آقای رسولی عزیز بفرمایید که وقتی شده شعر بنویسین یک بارگی بغض کنین یا بخندین، یاد شما هست؟ ما سالی که گذشت بسیار یک سال بسیار تلخی بود که من متاسفانه هم پدر و هم مادر رو از دست دادم. خدا من رحمت کنه اونا. یکی از سخت‌ترین سالهای بود که ما گذراندیم. من میخواستم در وصف مادر یک شعر بنویسم که میخواستیم روی سنگ او را بنویسیم. هرچی تلاش کردم و هرچی کوشش کردم، نه قلم رفت و نه اشک ایستاد. یکی از خاطره های بسیار تلخی که دارم همین هست. در سالهای قبل هم که من آرزوی داشتن طفل داشتم، کوشش میکردم که بعضی از چیزهای رو بنویسم که یا با بغض مینوشتم یا قلم نمیرفت. خب یادی از مادر عزیز و پدر شما خداوند بیامرزه، یادی از اونا کردیم، بیاین که شما غافلگیری کنیم، اگر بتونین یک شعر به مادرای عزیز اگر داشته باشین تقدیم کنیم بسیار خوش. یک شعری از دوست عزیزم هست که من نتونستم هرچی تلاش کنم نتونستم بنویسم. یک شعری از استاد بهشتی عزیز ما هست، من دوره برای شما میخوانم. مادر از روزی که رفتی خانه جوری دیگر است، حتی گلهای دم دروازه ما پرپر است. من هنوز آن کودکم، هی یاد سابق میکنم، روزی 100 بارت نبینم مادرم دق میکنم. من هنوز آن کودکم، هی مثل سایه در بر است، تا به حالا دوست دارم بوی عطر چادرت. مادر از روزی که رفتی حال ما افسرده است، در خیالت هر درخت خانه هر مرده است. آنکه پای ما همه عمر جوانی میدهد، دستهایش بوی عطر مهربانی میدهد. درد ما را وه درمان میکند، پندهاش کار 100 قرص مسکن میکند لبخندهاش. عاقبت خود را فدای قلب صافش میکنم، حاجت کعبه ندارم من طوافش میکنم. من غلام ننم، آری غلام ننم، آن که روشن میشود از چشمهایش خانم. درود بر شما. دستبوس همه این مادرای عزیز هستیم. روی مادران عزیزی که از دست دادیم شاد باشه. خداوند سایه تمام مادر پدرای عزیز را بالای سر ما و شما داشته باشه. جناب رسولی صاحب عزیز، اگر در این مکانی که ما و شما هستین من نباشم، خواسته باشین یکی از شاعرایی که واقعا شما دوست داریم در کنار شما باشه و 2 تا قهوه نوش جان کنیم، او کی است؟ من پیشتر هم گفتم که من علاقمند بسیار شدید استاد شهریار عزیز است، روی نشاط باشه و قهوه خوردن در این فضای قشنگ خود شما هم لذت بخشه. قربان شما، سلامت باشین. چون استاد شهریار نیان و من دوست دارم که خود شما قهوه. خواهش میکنم. واکنش فامیل شما چگونه شده که مثلا یک وقت شعر بگن دیگه بس بیاین عادی صحبت کنیم خودمون ما راحت باشیم شده؟ من بیشتر خانم من عاشقانه که میخوانم بعضی وقتا اساس میشه که چی میخوانی تو، چی بس چیه، جریان چیه. میگم چیزی که مینویسیم. بعضی وقتا شده که من یک چیزی نوشتم پاک کردم، واکنش خیلی نشون میدن و من بیشتر عاشقانه شعر چی از دوستای دیگه که من دکلمه میکنم خانش میگیرم و چی از خود من هست، اما بیشتر عاشقانه هست.
نتونستم که از این بحث بیام بیرون و وارد یک بحث دیگه بشم. همیشه دنبالش اشعار میگردم که واقعا عمق عشق در او میتونیم پیدا بکنیم، چه در وصف وطن، چه در وصف پروردگار عزیز ما هست، چه در وصف پیامبر عزیز ما هست، چه در وصف کلا بالعموم عاشقانه. بیاین که شاید قابل شما هم بیننده باشن از بحث شعر بریم بیرون که یک وقت شعر عاشقانه بخونیم. امشب بریم به خونه شاید در بسته باشه پس دوباره زنگ بزنیم در بسته باشه امشب تا صبح مهمان نو در بسته باشه که مشکل نداره، تو برنامه نو و لغو نکنن نخوشم. خب نه انشالله چیزی نمیگیم. خب بیاین که بریم چند تا سوال شخصی هم از شما پرسان کنیم. ازدواج گفتن کردیم و چند فرزند داره؟ من حدوداً 10 سال میشه که 3 روز مونده به یکی از سالگردهای عروسی ما 25/5 میشه فکر کنم. پس این رقم که شده 25/5 میشه. نمیفهم شاید به گوش نزده باشین. من از همین من تبریکی میدم برای خانم عزیز و واقعا خوشحالم که مثل کوهی پشت سر ما بودن و پشت سر ما هستن، کنار ما هستن، در هر حالت هوای ما دارن. ما حدوداً 8 سال خداوند ما را لایق داشتن فرزند نداشت. بعد از 8 سال من یک طفلکی دارم که 1.5 سالش است. خداوند ببخشونه. من قبلا صحبت جلو کلام شما نخواستم بگیرم، فکر کنم به گوش مزدیم و ما هم به سالگرد ازدواج شما یک تحفه از کیکسرای ناب یک کیکی هم تقدیم شما میکنه. سلام شما که همیشه به کنار ما بودین، غیر از تحفه هر ساعتی که اومدیم به کیکسرای ناب یا به زور یا به رضا بوده یکی دیر از پیش شما گرفته. دیگه پشت هر شاعر موفقی یک زن موفقی و یا پشت سر هر مرد موفقی یک زن موفقی است. حالی که پشت سر جناب آقای رسولی که یک زن موفقیم شاید یک زن، 2 زن، 3 زن، او دیگه خود نمیدونم. به ما فقط گفتم سوالا شخصی تر نکنم. یک زن یک روز جلو صحبتا شما بگیرم یک دوست قسم میکرد، میگفت به خانه شیشته بودم یک کسی از اون سوال کرد که اگر آدم یک زن داشته باشه چی داره؟ برای گفتم که اگر به خانه یک لامپ روشن باشه چقدر روشنی داره؟ گفت اگر 2 تا باشه، گفت فکر کن 2 تا لامپ خوب خانه روشن میشه. گفت 100 تا ماست بگه که 100 تا هم بهتره. از اون طرف خانم صدا زد که چی میگی مرد؟ گفت که نه لازم نیه پول برق زیاد میام یکی باشه بس. صدای نشنیده بودم. بخیر باشین جناب آقای رسولی. بیم که سوالات شخصی از اینا باز دوباره شروع کنیم. غذای مورد علاقه شما؟ من تمام غذاها رو دوست دارم و غذای محلی ما زمستون که میشه غذای مورد علاقه من قلوب تروشه که من حتی به هم میرم غیرجات هم که میریم ما امیر میخوریم و کچیری گوشت لند ایرتی هم که دیگه یکی از غذای بسیار مورد علاقه ما. این مسافرهای عزیزم که آمادن که دیگه واقعا این گوشتا لند و این قلور تروشان قضیه بعد هم هوا از این بعد هوا هم سرد میشه دیگه کیف کنین لذت ببرین از میوه‌های وطن خوشاد. به دیگه کشورها اگر بودین میوه‌های گلخونه‌ای بوده بیاین که میوه بخوریم. واقعا یک مدت ما سفر رفتم واقعا به کشور همسایه خود رفتیم، از میوه‌جات خبر نبود انقدر گرانی و انقدر کیفیت هم نداره، ولی میوه‌های اینجا اصلا یک چیز دیگه میخورید طبیعیه. اونجا مثل کود و اینا چیزای شیمیایی بیشتری دارن. دیگه انشالله هموطنان بیان از این میوه طبیعی کشور خود بخورن. این توت فرنگی‌هایی که یه اندازه نه اونا که گلخونه و توت فرنگی‌هایی که به اروپا میره و توت فرنگی‌های افغانستان، زردآلوها، شفتالوها کیلوی چندی است؟ به چی ارزانی؟ خیلی ارزانی. کیلو سیری ببین تو زردآلو بیترین زردآلو. سیب ببین. خربزه و اینا که دیگه سر جا دم همیال به او کشور. خب سفر دوست دارین تنهایی بریم یا
این سوالات کوتاه جواب بده. سفر که در اصل مزه میده که یک تیم باشه. تیمی تنهایی هیچ لذتی نداره. تیم باشه، یا با خانواده یا با جمع از دوستای صمیمی خودتونیم سفر بریم. کدام کشور دوست دارین که برین؟ هنوز نرفتین و انشالله دیگه دارین که چه کار برین؟ من هند دوست دارم که نتونستم برم، که دو کشور دیگه رفتیم اون تا همه هند بمونده که انشالله اونجا. صبح زود بیدار میشین یا نه دیگه خواب صبح؟ من یک مدت بسیار طولانی در حد 10-15 سال من صبح ساعت 5:30 صبح 5 صبح بیدار میشدم. موقعی که وقت نماز بود، نماز خود میخوندیم و بیرون میشدیم. به اینستیتوت درس میدادم، مکتب درس میدادم، بعد صبح زود بیدار میشدم. ولی یک مدتی هست که من ساعت میام نماز خود میخونم، پس خوابشم تا 9 تا 9:30 تا 10 خوابم، ولی شب تا 12:30 تا 1 کار میکنیم. خب به خانه تنبلین یا نه خیلی زرنگین؟ ادی دوتا کدومه؟ من خیلی کار میکنم. خیلی کار. من هم به بیرون کار میکنم هم به خانه کار میکنم. اگر بزنند آشپزی شما چیه؟ آشپزی چی غذاهایی یاد دارید؟ آشپزی معمولا فست فود بیشتر میتونم انجام بدم. بعضی روز بعضی شبا من به خانه زنگ میزنم میگم غذای چیزی نپزین، من چیزای میارم شو پخته میکنم. بیشتر فست فود و غذای ساندویچ و این چیزا. پس خود دوستا که میرن به میله و اینا دیگه هیچ دیگه هیچ کار نمیریم. کریر میتونیم پخته کنین دیگه، غذای شوربا و چیزای پنیر میتونیم پخته. آخرین چیزی که قایم کردیم چی بوده؟ آخرین چیزی که قایم کردم پولامو بوده. چند وقت پیش پولام خورد پیش یک از ایسا قایم کردم من این خب دوست داریم با یک شخصی که روز کامل با هم باشه، ما دوستای شما کی؟ من فرق نمیکنه از فامیل هم باشه. بهترین دوستامه که من همیشه با دوستای خیلی صمیمی خو میکنم، ولی جای دیگه خیلی کمتر رو. ما گفتیم برای شما یک شعر شخصی باشه. من فکر کنم که یک بار من به برنامه بزم مهر بود، یک برنامه بود مامور خواندم دیگه نخواندم. کمی که خشن‌تر هست، خدا کنه که مورد پسند شما قرار بگیره. با تو هم عشق قسم خورده پنهانی من، با تو هم بی خبر از حال و پریشانی من، با تو هم لعنتی خالی از احساس بفهم، بیقرارت شدم شاعر خاص بفهم، لعنتی خستم از دوری بیتاب شدن، پای دلگیرترین خاطره ها آب شدن، لعنتی خستم از حال بدم زخم نزن، بی تو محکوم به حبس ابدم زخم نزن، باورم کن که به چشمان تو معتاد منم، پادشاهی که به جنگ آمد و افتاد منم، قافیه باختم و شعر سرودم، یعنی به هر آن کس که تو را دید حسودم، یعنی قافیه باختم و شعر سرودم، یعنی به هر آن کس که تو را دید حسودم، یعنی نفسم بند من و این اثر بخونم نفسم بند تو درد مرا میخواند، بعد تو حسرت دنیا به دلم میماند، بعد تو حسرت دنیا به دلم میماند. تشکر. ببینیم هستن شاعرای عزیز ما که اونا هم شعرهای شخصی دارن که به هر جا نمیخوانن و ما از اونا خواهش کردیم همون شعر شخصی که دارین برای ما زمزمه کنن. خیلی تشکر جناب شهزاد رسولی عزیز، یکی از شاعران و نویسندگان موفق افغانستان. نگفتن همونه که بعضی از شعرهایی که من دکلمه میکنم از خود منیه، بیشتر من در اکثریت برنامه ها دوست دارم که
از دیگه بقیه بخونم و دیگه دوستام از شعرهایی که من دارم بخونم که من بشینم گوش کنم یکی از اثرات من دوستام بخونم و من لذت ببرم. جناب آقای رسولی عزیز، در کنار این نویسندگی شعر و اینا که دارین و مصروف هستین، جدا از این هم کدام مصروفیت دارین؟ من یک مدت میشه که با دوستان چپن سفید همکار شدم. بله. مسئولیت یکی از کلینیک‌های شخصی رو در هرات دارم. بله. مدیریت میکنم و مصروف همون کاربار هستم. میشه ببرین کلینیک اوپیدی مهر هست. قبلا در یک مجتمع دیگه کار میکردیم. مهر این یک چانس برای ما آمد که یکی از دکتر صاحبای عزیزای ما، بله، یکی از دکتر صاحبای عزیز ما به نام مهر کلینیکی گرفته بود و من او را جدیداً خریداری کردم چون مهر بود و ما هم انجمن ادبی مهر داشتیم، دیگه برنامه‌های دیگه در قسمت برنامه مهر داشتیم. من خیلی علاقه‌مند از این شدم چون نام از مهر بود و همون انجمن ما را یادآوری می‌کرد. من رو موفق باشین. خب چی تحفه دارین برای بیننده‌های عزیز و اون تحفه هم که برای هموطنان عزیز ما که به خانه خود میآیند دورم بگین؟ برگاه‌های را برای شما تقدیم میکنم جناب ناب صاحب عزیز. شما برگاه‌ها را مهر بکنین. دوستای عزیزی که جای ما تشریف بیارن در قسمت بخش دندان تا 70% به اونا تخفیف میدین چون هم 30% مصارف اینا میشه. در قسمت لابراتوار باز هم 70% به اونا تخفیف میدین. دیگه بخش ما کاملا برای نارایگان از سونوگرافی گرفته، اوپیدی، کارهای عاجل، پانسمان، نمیفهم سولچر، تمام این کارهای دیگه برای نارایگان ما کاملا رایگان انجام میدین. فقط بخش لابراتوار ما و بخش دندان ما چون مصارف خودخورداره 30% از اونا میگیریم و 70% دیگر برای اینا ما تخفیف میدیم. بسیار عالی. عزیزایی که میخوان مراجعه کنن به کلینیک مهر میشه دیگه، کلینیک سراپا مهر بله، که میتونن تشریف بیارن به کیکسرای ناب فلک استنای عمل و ما او برگه که از طرف کلینیک مهر داده شده تقدیم اینا کنن و برن اونجی 70% تخفیف بگیرن و انشالله که خداوند مریضی چیز نده برای ما همیشه میگم برای اکثریت از دوستان میگم که خداوند شما هیچ وقت به ما احتیاج نکنه که ما بیاییم برای شما خدمت بکنیم. این خدمتی که ما میکنیم در اصل درد شما رو مداوا میکنه و او درد خداوند هیچ وقت برای شما نده و ما همیشه بیکار شیشته باشیم، هیچ عوایدی هم نباشه و شما سالم و تندرست باشید. جناب آقای رسولی عزیز، اگر یک روز بیکار باشین چیکار؟ من بیکار که میشم یک حالت دیوانگی میده، اصلا نمیتونم به خونه باشم. من بیشتر روزایی که بیکار میشم دوستم عبدالمتین جان نویزاده همیشه کنار منه، میشینیم یا یک گیمی میزنیم یا با هم شیرجنگی میکنیم و اگر او هم مصروف باشه نباشه من کتاب مطالعه میکنم یا که حال به این فرصت های فعلی آیهان جان هم میگیرم یک گوشه از شهر میرم خودی. یک عادت با مزه‌ای که داریم چیه؟ من شوخ‌طبعم، همیشه شوخی میکنم به هر فضایی که هستم. اگه طرف رو نشناسم بازم همون حالت شوخی دارم. بیشتر شنونده ایم یا نه حرف میزنم؟ من 70% گوینده ایم تا که بشنوم، میشنوم عمیق میشنوم و اگر میگم گاهی متوجه نیم که چی میگم. چای یا قهوه؟ چای. کباب یا قرمه سبزی؟ قرمه سبزی. سفر با موتر یا هواپیما یا تیاره موجود؟ سفر با موتر. موتر. البته تنها یا با جمع؟ با جمع از دوستا. بله. کتاب یا قلم؟ هر دو تا. تابستان یا زمستان؟ زمستان دوستا. شمال یا جنوب؟ شما اولا بیشتر دوست دارم در جای سفر بکنیم که
دریا باشه. به نزدیک دریا اگر نداریم دریا چه هست دیگه؟ کنار آب و ساحل و چای و تنهایی یا شلوغی؟ شلوغی. نام خدا ما گفتم شاید چند دفعه از جمع پرسان کردم، گفتم شاید یاد اینو بره و بازم سکوت یا موزیک؟ موزیک. لبخند یا اخم؟ لبخند. موبایل یا لپتاپ؟ من اگر انتخاب کنم کتاب انتخاب میکنم. بعضی وقتا ما چیزایی که شما میگیم که نمیشه همه از دو چیزی که شما میگین انتخاب کنم. یکی رو من حق انتخاب دارم. بین چند تا حق داریم. بله. عاشق شدن یا عاشق ماندن؟ بین هر دو تا گمون. خب تشکر. فکر کنم وقت برنامه هم کمه. از شما دوست داشتین چی سوال بشه که نشده و یکی دیگه اینم جواب بدین و در مورد این هموطنان عزیز ما سایی که مهاجر بودن و به خانه خود آمدن هم اگه گفتنی چیزی داره؟ من سوالی که شما معمولا دیگر رو دوست ندارم پرسیده بشه. 3 ساله نخبر بده و من برای شما که مشخصه دیگه 23 من حدودا 52 هستم. جدی میگه؟ 32 ساله شدم امسال. بله. امسال 32 ساله شدم. خب این ما گفتم شاید دوست نداشته باشین جواب بده، نپرسیدم شما چقدر خوب. ببینین مهمانای عزیز، کسایی که در برنامه مهمان ناب دعوت بودین، از شما این سوال اگر میکردیم آزرده میشدیم، ولی ببینید خود اینا جواب بدن. شما بیننده برنامه مهمان ناب از تلویزیون جهانی دنیای نو هستین. عزیزایی که خارج از کشورن میخواین از طریق تلگرام اینو واسه پیام بگذارین و نظر بدین به شماره 2093 793 15000. عزیزایی که داخل کشور هستین 0793 15000 پیام بدین. همکارای عزیز ما در خدمت شما هستن، پاسخ میدن و هر عزیزی که دوست داشته باشین در برنامه مهمان ناب همراه ما باشن برای ما پیام بگذاریم، مطمئن باشین که اونا دعوت میکنن. بفرمایید. من برای مهاجرین عزیز و برای دوستایی که از کشورهای خارج به افغانستان میان من سلام میکنم به اونا و در حد توان در هر حیطه‌ای که هست، در هر برهه‌ای از زمان هست، در هر ساعتی که هست و در خدمت از اونا هستم و تشکری میکنم از دوستای عزیز ما که هم مواد خوراکه و هم وسایل نقلیه در خدمت از عزیزان بگذاشتن. دستپوز از اونا هستم و برای شما عزیزانی که برنامه مهمان ناور نگاه کردین برای شما سلام میدم و از این دریشه از شما خداحافظی میکنم. افتخار میکنم که فکر میکنم همین حالی هم شما به مرز باشین، منتظر مهاجران، منتظر مهمانا، منتظر عزیزا را که به کشور خود میآیین هستین. دست شما میبوسم عزیزان. افتخار میکنم به تک تک هموطنان عزیز خود، به خصوص مردم ولایت هرات که واقعا گل کاشتن. خود رسیدین با آخر برنامه، ناگزیریم با شما خداحافظی کنین تا برنامه دیگر و مهمان ناب دیگر که مهمان خانه های شما عزیزا هستین. شما رو با خداوند پاک میسپاریم. فراموش نکنین هموطنان عزیز شما در مرز منتظرن. چیکار میکنین؟ حضور شما اگر در توان شما چیزی نباشه، حضور شما در مرز برای از اونا انرژی میده. همراه و همگام با همشهریان عزیز خود باشین. شاید فردا اتفاق خدای نکرده برای ما و شما بفته که باز اونا هم به داد ما و شما برسن. تا درود دیگر و برنامه مهمان ناب دیگر، بدرود. الله نگهدار.